24 ساعت گذشته روز گرم و شب گرمی رو در اغلب مناطق کشور شاهد بودیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید گرمترین نقطه کشورمون دهلوران در استان ایلام بوده با حداکثر دمای 52 درجه و بعد از اون امیدیه 52 درجه و آبادان هم حداکثر دمای 51 درجه رو تجربه کرد. اوه